کلاس و آیدی را خواندیم که اگر ما در یک وب پیج خود میخوایم که چندین تا دیزاین پاراگراف، چندین تا از هیدینگ وان و از چیزا داشته باشیم که مثلا یک پاراگراف یک دیزاین دیگه پاراگراف دیگه دیزاین، در اون صورت ما شما کلاس و آیدی را استفاده میکنیم. و دیروز باز دیو خواندیم که دیو مانا دیویژن تقسیمات. مثلا ما یک چند تا پاراگراف که در اینجا هستن، مثلا یک پاراگراف دو سه یا را در اینی موقعیت میخوایم، یک چند تا پاراگراف دیگه در دیگه موقعیت میخوایم، یک دیزاین مثلا در بینشان عکس ماست، لینکس ماست، وارد در یک جای دیگه میخوایم، باز چی میکنیم؟ وارد در دیو مندازیم. باز دیو ما شما دیروز خواندیم که پوزیشن داده میتونیم که در هر جایی بخوایم اونجا بیاریم. کاتشان ویدیو هایت و چیزا بودیم که دیروز ما شما اینجا خواندیم که اول باید چی رو برشان بدیم؟ پوزیشن باز تاپ و لفت پوزیشنش هم مشخص میکنیم که از طرف لفت کجا باشه و از طرف تاپ و لفت از کجا باشه. پوزیشن رو مقدر نوشته میکنیم و در اون پوزیشن می. حالا مثلا در اینی رد باکس اینی کی هستن؟ اینی دیو. اینجا فعلا چند پاراگراف در وجود داره در رد باکس؟ این چند پاراگراف وجود داره؟ یک پاراگراف. ما میتونیم که در این دیو هر چند پاراگراف داشته باشیم، مثلا یا پاراگراف عکس زیاد چیزا داشته باشیم. مثلا اگه ما رفرش میگیریم کلش در این یک دیو میاد، یعنی این دیو که پوزیشنش در جای است کل پاراگرافو در اون جا هستن. دیگه دیو به خاطر چی بود؟ دیویژن تقسیمات. مثلا میخوای که چند پاراگراف در یک جای باشه، که یک عکس که یک دیزاین دیگه در دیگه جای باشه، باز اون دیو جور میکنی، پوزیشن و لفت و رایت و وید و هایت و چیزایش مشخص میکنی. باز دومو دیو که این سگ دیویژه شروع دیویژه ختم در بینشون که هر چیز باشه این کلش دومو پوزیشن می. فهمیدین؟ این درس گذشته بود. امروز ما شما پوزیشن ها را میخوانیم. دیروز ما شما پوزیشن فیکس را تنها خواندیم که پوزیشن نوشته کردیم فیکس. حالا خود پوزیشن فیکس چیکار میکنه؟ و بدون از فیکس ما شما تقریبا 3 پوزیشن دیگر را هم داریم. خب میریم اول یک فایل دیگر را جور کنیم که میره کپی کنیم. دیو پوزیشنز ایمی هایتش کمی زیاد میسازیم. چند میسازیم؟ 3 پوزیشن بیخی پس میکنیم. لفت و رایتش هم پوزیشن که نباشه، باز این لفت تاپ هم کار نمیده، باید پوزیشن باشه. از این هم پوزیشن پس میکنیم. هایتی از این که بلندیش کمی زیاد شوه، مثلا 200 میسازیم. از این پوزیشنش پس میکنیم که یعنی اول هیچ پوزیشن نداره سیست و این را هم 300 میسازیم. این را سیو میکنیم، این رفرش میکنیم تا پوزیشن هایش هم از بین میره. یکی اینجا آمد، یکی اینجا آمد و یکی اینجا آمد. که بلک رنگش چینج کنیم که اختیار مولو میشه. این را بلو بسازیم، میشه بلک باشه، کلرش بلو بسازیم. چند تا شد؟ 3 تا. یک دیگر هم جور میکنیم. نامی از زیر میمانیم براون. بگراوند کلرش هم براون میکنیم. یک پاراگراف دیگه دمی براون میکنیم که کلاسشون چی باشه؟ براون باشه. چند باکس شد؟ 4. اینجا سکرول بارم پیدا شد به خاطر که هایت ازی هم زیاد هست، ازی هم زیاد هست، به خاطر که پایین ببینی باید تو سکرول داون کنی. فعلا هیچ پوزیشن نداره، تنها وید و هایت داره. حالا میایم پوزیشن هم میدیم. مثلا اینی اولش که هستن به نام بلک کی هستن، این یک پوزیشن میدیم. کدام پوزیشن میدیم؟ نوشته میکنیم که پوزیشن. دیروز ما شما کدامش خواندیم؟ فیکس را خواندیم. حالا نوشته میکنیم که فیکس پوزیشن از فیکس باشه. حالا وقتی که رفرش کنیم سکوال پایین میره، این چی میباشه؟ هیچ شور نمیخوره، اون جایی که هست اونجا میباشه. سک وقتی که سکرول میکنی میبینی دیگه را سکرول میشه ولی هیچ سکرول نمیشه. اگه ما باز لفت و رایت هم لفت و تاپ هم میتونم مثلا نوشته میکنیم که از طرف
لفت تا کجا باشه؟ میگم از طرف لفت کی هستن پوزیشنش چی باشه؟ صفر باشه که بیخی نمی چی تچ شود ای بارر تچ شود میبینید. یا مثلا یک کمی فاصله از تاپ هم میدم که میگم از تاپ یک 80 پیکسل فاصله داشته باشه. چطورش میگم؟ چون که پایین آمدن ای در رویش آمدن و همینجا فیکس هستن. وقتی که سکرول بالا و پایین میبری ای همینجا می باشه. در یگان وبسایت اگه دیده باشین یگان مسیج ها در این طرف یا این طرف اسکرین می باشه وقتی که سکرول میکنی و کتیش تفاوت نمیکنه که سکرول داون میکنی هم او همونجا می باشه اگه سکرول اپ میکنی و همونجا می باشه. او به خاطر چی که پوزیشنشان چی می باشه؟ فیکس می باشه. اگه ما در جای پوزیشن فیکسد ریلیتیو نوشته کنم ریلیتیو بازیت نیست. ریلیتیو باز پس در جای خودش میاد چون کد ازی در پوزیشن 1 است. در کجا هم هستن حاله؟ در پوزیشن اولی است بعد از او دیگر ها هستن سعی سرخ از گرین است. این در جای خود پس آمد. از اینجا فاصله ما شما 80 فاصله دادیم از خاطر بالا هستن. اگه ما فاصله ش کم بسازیم یا از طرف لفت هم یکم فاصله بدم مثلا 80 چش میگم بازم سعی کوی اولی است بعد از او اگه سکرول اپ داون میکنم یا هم میشه کاتشو. فهمیدین؟ این کدام پوزیشن هستن؟ این پوزیشن ریلیتیو هستن. بعد از او ابسولوت است. یک پوزیشن ابسولوت داره. ابسولوت هم با زیادگاهش چی نمیکنه. سکرول اپ داون میشه ولی یا ای را ایگنور میکنه. این فکر میکنه که هیچ نیست. اول سرخ آمد بازی آمد باز ای آمد. در ریلیتیو چی میشه که نه کد ازی که در هر جای باشه. مثلا کد ازی اول است کو این بلو کی هستن نه به نام بلکس کد ازی اول است یا نه اگر پوزیشنش ریلیتیو باشه این هم اول میه بعد از اون دیگرایشون میه. اگر ابسولوت باشه ابسولوت باز این پوزیشنی که دادی که مثلا از لفت 80 باشه از تاپ هم 80 باشه در اون پوزیشن میه خود سکرول میشه. وقتی سکرول اپ داون میکنی سکرول اپ داون میشه ولی دیگرا باز این را ایگنور میکنه. این فکر میکنه که هیچ نیست. اول وا میه بعد از اون ایده بالایشون میه. فهمیدین؟ این کدام پوزیشن شد؟ ابسولوت ریلیتیو بیشترین و یک فیکسد بود ابسولوت و ریلیتیو. فیکسد که میکنی بازی هیچ سکرول هم نمیشه وقتی پوزیشنشون فیکسد باشه بازی هیچ سکرول نمیشه. میبینین؟ اگر ریلیتیو باشه باز سکرول میشه و اول این میه یعنی دیگر است که پس پایین میه. میبینین؟ با خاطر ای اول آمد که کد از اول است. وقتی سکرول اپ داون میکنی میشه و اگر پوزیشن ابسولوت بدی باز این در جای خود می باشه ولی سکرول میشه. ابسولوت یک در جای است این سرخ دیگه این را بخی ایگنور میکنه. فکر میکنه که هیچ نیست. این اول آمد این دوم این سوم و باز وقتی که سکرول میکنی سکرول هم میشه. فهمیدین؟ این سه پوزیشن بسیار مهم شد فیکسد ریلیتیو و ابسولوت. یک پوزیشن دیگه است به نام استاتیک. استاتیک از دیفالت پوزیشن است. یعنی اگه هیچ ما پوزیشن نوشتم نکنیم خودشون در کدام حالت می باشه؟ در حالت استاتیک می باشه. در حالت استاتیک سک پس در جای اول آمد. مثل که هیچ پوزیشن نداده باشه. یعنی که هیچ من اینی را پاس میکنم این در کجا میه؟ در میز جای خود میه. این استاتیک پوزیشن میگه. پوزیشن دیفالتشون پوزیشن استاتیک است. فهمیدین؟ این پوزیشن های دیو هستن که مهمشان سه تا هستن ریلیتیو، ابسولوت و فیکسد. فهمیدین؟ این پوزیشن ها شد. بعد از پوزیشن مذکور در جدا فایل سیو کنیم. ما و شما فلاتینگ داریم. فلاتینگ باز چی را میگه؟ مشکی را باز کنیم. این پوزیشن شبیخی پس میکنم بیلن که left right پوزیشن استاتیکی را پس میکنم. دیگه راش خوبی از اون نداره. این را ریفرش میکنم. اینه کلگی دارم. حالا چی میخوایم؟ اینی باکس سرخ کی هستن. این را میخوایم که دایی کنج بیارم. این فعلا کدام طرف است؟ دایی طرف است. ما میگم راستن کجا بیای؟ اینجا. یا دا پالوی از اینی بیای. دا پالوی اینی بیای. ای باز پالوی از بیای. تو مسلسل به ترتیب. باز ما شما فلات استفاده میکنیم فلاتینگ. مثلا اینی اول هستن. دا این نوشته میکنیم که فلات. کجا برم؟
فلات رایت شد. وقتی ما این ریفرش میکنیم کجا میره؟ رایت میره. چک دیگه بس بالا. اگه پس سیرا لفت بسازم فلات لفت سیو بکنیم ریفرش کنیم پس آلگی را میخوایم تا پالویش بیارم باز برای ازی فلات میدیم همین چیز برای ازی هم میدیم کپی پیست ریفرش میکنم کجا آمد؟ نفالش این زیرش اگه دیگه ایش پالو میارم برای ازو باز فلات لفت تا وقت میاد تا که جای می باشه وقتی که جای نمی باشه باز و اگر ما رایت بسازم امیز سرخه باشه سیوش بکنم ریفرش ایده کجا اومد این طرف و این طرف وقتی که من ایره سکرین خورد میکنم سعی کنم پس این طرف نزدیک شده میره میبینی کلانش میکنی به خاطر که این همیشه باید در رایت باشه وقتی که فلات میکنی در رایت میباشه حالا زیر از اینکه یا هستن سعی کنم یا رو متاثر ساختن اینجا که بود کدام باکس بود گرین باکس و بیخی گم شد به خاطر که فلات حالا این طرف هم تاثیر میکنه باز اگه میگی که نه فلات تنها اینجا باشه زیرش نباشه باز یک استایل دیگه به نام کلیر میگیری کلاس نام که هر نام انتخاب میکنی مثلا من کلیر انتخاب کردم اینجا نوشته میکنی که کلیر کدام طرف کلیر میکنی مثلا میگم بود اگر لفت کلیک کنی لفت اگر رایت کلیک کنی رایت ما میگم بود سنتر من کی کنم سر نه لکه فلات سنتر لفت رایت کلیر نوشته کردیم آله ای فلات داره پایینی نداره ولی افکتد شده باز ای کدام باکس بود گرین باکس بود نه کد گرین کجاست اینجاست پیش از این یک دیو دیگه میگیری دیو کلاسش هم کدام میگیری کلیر میگیری که سر از یا افکتد نشه چی بود کلیر امی دیو فاس همینجا ختم میکنی با این هیچ چیزی نیست ریفرش میکنی چی میشه و پس به حالت نرمال خود آمد و یا فلات هست این را باز فلاتینگ میگن که ما شما باز در دیو که از فلات هم بسیار زیاد استفاده میکنیم و پوزیشن ها هم بسیار زیاد استفاده میکنیم فهمیدین تا اینجا؟ مشکل ها نیست